الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل وسلم على سيدنا وعظيمنا وشفيعنا ومولانا محمد و آله و بارک و سلم علیه. دوستان نهایت گرانقدر و مهربانان و عزیزانی که ما را مشاهده میکنند و میشنوند، عرض ادب و احترام خدمت یک و یک شما به عمل می آورم و امید جانجوری و صحتمندی شما عزیزان و فامیلای محترمتان. موضوعی را که ما در این برنامه امشب انتخاب نمودم مسئله است که در این روزها و خصوصا امروز که 8 مارچ بود راجع به او در تمام دنیا گپ زده میشه و مردم نظریات مختلف خود را دارند. مسئله روز زن می باشد. ما ببینیم یک سیر مختصر میکنیم که اسلام عزیز راجع به زن چی گفته و چی حق و حقوق را برای موجود الهی که زن می باشد قائل شده است و ببینیم که دیگران در این باره چی نظریات دارند. الله متعال در کلام عزیز خویش می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. در اینجا الله متعال برای ما میگه که شما از او ربتان بترسید. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، که شما را آفرید از یک مرد و بعد از او جفت او آفرید، جفت او را آفرید که یعنی زن می باشد و از این جفت یعنی از این یک زن شوهر و زن اقوام زیاد کرد و مردا و زنای دیگری بسیار آفرید و الله متعال برای شما رقیب است و شما از الله بترسید و اونمو صله رحم نگه بدارید. و در آیات متعدد دیگه است که الله متعال راجع به زنان و مردان گفته است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در آیات دیگه هم الله متعال مطلب را بیان کرده است. خب مقصد اصلی ما این است که اسلام بزرگترین حق را برای زن داده است. در اسلام عزیز یک روز معین برای زن تعیین نشده است که 8 مارچ میگن که ایره غربی ها برای ما بنیادش نهادن و ما مسلمان ها یک روز را انتخاب میکنیم و برای یکی دیگه تبریک میتیم که 8 مارچ مبارک باشه، روز زن مبارک باشه، و یا بر مادر خود میگیم که روز زن است مبارک باشه. ولی در اسلام عزیز هر روز روز مادر است، روز زن است و اینطور یک روز برش قائل نشده است. و بزرگترین نعمت الهی که بهشت الله متعال می باشد تحت اقدام امهات است. پیامبر علیه السلام میگه که بهشت زیر قدم های مادران که زن است می باشد. و الله متعال در کتاب مجید خویش یک سوره مکمل به نام سوره النساء وحی کرده برای پیامبر علیه السلام و سوره دیگه داریم به نام مریم و در سوره های متعدد دیگه راجع به زنان گپ شد. الله متعال کلام کرده است. ولی ما مسلمان ها از این مطالب در غفلت هستیم، نمیدانیم. زن کسی است که از دامنش پیامبران الهی به دنیا آمد و زن کسی است که بدون زن ایمان مرد کامل نمیشه. پیامبر علیه السلام میفرماید اگر شما میخواین که ایمانتان مکمل شود یعنی کامل شود شما باید ازدواج بکنین. پس هر مردی که دعوایی را میکنه که من بهتر از زن هستم او در اشتباه رفته است. و این که الله متعال میگه که مردا را درجه داده بالای زنان، این درجه به این معنی نیست که یعنی در خلقت و یا در تقوا بهتر از یک زن میباشند. نیو یک درجه مسئولیت است. مثلا یک رئیس جمهور مملکت یک مسئولیت داره، وظیفه خود داره، ولی در بسیاری چیزهای دیگه زنان پیش قدم هستند و در عصر پیامبر علیه السلام زنان پیش قدم ما داشتیم. زمانی که میبینیم که در دوران در ادوار تاریخ و در تاریخ پیامبران و در زندگیشان
زنان رول بسیار مهم را بازی کردن در جامعه. اینطور نبوده که زنان در یک انزوا قرار داده شده باشند. پیامبر علیه السلام با زوج مطهر خویش خدیجه الکبری ازدواج نمود و خدیجه خودش تاجره بود و همچنان زنان دیگه پیامبر علیه السلام و رسول الله علیه السلام توصیه کرده قبل از اینکه مبارک از دنیا بره، توصیه کرد که از او جمله مسئله نماز بود و راجع به زنانتان گفت، راجع به زنانتان کسانی که زیر دستانتان هست شما از الله بترسین، حق و حقوق زنان رعایت بکنین. پیامبر علیه السلام کسی بود که حق حقوق زنان خویش را به وجه احسن ادا می نمود و قرآن می فرماید و عاشرون بالمعروف، شما با زنانتان با شیوه بسیار پسندیده برخورد بکنید. مگر نمیبینیم که در قرآن ما از مادر گپ زد الله متعال، از مادر که طفل در بطن خود 9 ماه و یا زیادتر از او و یا کمتر از او در بطن خود نگهبانی میکنه و همراهش میباشه و او را حمل میکنه، الله متعال او را حتی از درد مریضی دوران حمل الله متعال یاد کرده است. شما ببینید این حق را که اسلام برای زنان داده است و اولاد میگه که احترام والدین خویش را داشته باش و در خصوص مادر که زن می باشد. این حق است که اسلام برشان داده. اسلام برای زنان حق را حقوق را قائل شده که ادیان دیگه نداده. مثلا یک مرد مسلمانی که میخواد عروسی بکنه باید مهریه بپردازه به زنان. اینطور نیست که مثلا زنان برای یک مرد مهریه بده، برعکس اسلام میگه که برای زنانتان مهریه بدین. پیامبر علیه السلام میگه بهترین صدقه اگه میخوایی یا لقمه‌ای که بر دهن خانمت میکنی و صدقه است. اخلاق نیکو باید امرای خانم خویش داشته باشی. اجازه لطکو به زن ما نداریم، حتی اجازه نداریم که ما حرف بد یک زن بگوییم خانم خویش را و یا کسی دیگه را. زمانی که یک دختر که زن می باشد در خانه پدر می باشد نفقهش بالای پدر است و زمانی که در خانه شوهر میره عروسی میکنه نفقهش بالای شوهرش می باشه و اولادایش الحمدلله که نگهداری مادر خود را میکنن که زن می باشه و جنت زیر قدمای زن می باشد. خب یک را که اسلام برای زن داده برای مردا خو نداده و حتی بسیاری عبادات است که از زن ساقط میشه. مثلا مسئله نماز از زمانی که زن در قاعدگی می باشه یا مدت ماهوار می باشه زن مجبور نیست که نماز خود را قضایی بیاره، ولی بر مردای احکام نیست. و پیامبر علیه السلام می فرماید در یک حدیث شریف هر زنی که 5 وقت نماز خود بخونه و احترام شوهر خود بخونه و امورات خانه خود نگهداری کنه در آخرت دروازه جنت برش باز میشه. یک را که اسلام برای زن داده است و اسلام عزیز بود که از برکت یک زنی که در تاریخ در بین صفا و مروه که مادر حضرت اسماعیل علیه السلام بود، امو سعی را که کرد، امو دوش را کرد یا مقدمای را که برداشت، از برکت زو امو تیز رفتن از برکت از برکت می هاجر مادر از زنان دیگه ساقط شد و از برکت می زن و طفلش بود که چای زمزم در اوج ایجاد شد و اولین شهید اسلام زن بود. زن الله متعال اولین کسی که با فرعون مبارزه میکرد خانمش بود، آسیه بود. و در قرآن کریم باز میره میگیم که الله متعال آنقدر راجع به زنان مطالب را بیان کرده و پیامبر علیه السلام همیشه توصیه کرده ما مسلمانان را که رفتار نیک داشته باشیم امرای زنان خویش. ولی ببینیم که غربی ها چی میکنن. برای ما 8 مارچ یک روز تعیین کردن به نام روز زن. دو روز باز از خارجی ها کستن یا غربی ها یا کسان دیگی یک دانه گل به مادر خود میفرستن. این نام ماندن نام روز زن 8 مارچ که ما تقلید از غربی ها میکنیم. ولی زنان ببینین که به خاطر یک اعلان یک صابون و یا شامپو بدن خود برهنه میکنن. به خاطر پیدا کردن رزق میرن کاروبار میکنن و حتی تنفروشی میکنن و نامش ماندن که حقوق زن و مرد مساوی است و او را نامش ماندن روز زن. ما چیز تجلیل میکنیم. شما میفهمید که در اروپا
در این آرمان که ما قرار داریم معاش زن 80% است، معاش مرد 100%. یعنی 20% معاش زنان کمتر است از مردان می باشه. زنان حق حقوق را که در اسلام دارن در این قوانین دیگه ندارن. اگر یک جای میرن زناشویی که میرن باز هر کدام حساب خودم میپردازه. مجبور است که زن بره کار بکنه، بیاره به خاطر نفقه اولاد و دیگران در خانه زحمت بکشه، چیز کنه که اولادایشان بخورن. به همین خاطر بود که زن هم رفت کار کرد، مرد هم رفت کار کرد، طفل به دنیا نیاوردن و اطفالی که بودن فاسد شدن. مجبور شد که آلمان و ممالک اروپایی دیگه از جاهای دیگه پناهنده بگیرن تا کمو سیستم دموگرافیشون و یا نفوذشون زیاد شود. اسلام است که برای زن حق حقوق قائل شده است که همیشه مورد احترام قرار گرفته است. پس ما از این که از این تجلیل‌های ناق میکنیم به نام روز زن و به نام این و به نام دموکراسی و یا بیاین که ما یک کار دیگه بکنیم، بیاین که ما کمک بکنیم برای زنان وطن خویش، برای بیوه زنان، برای یتیمان، شیوه کاربار را مهیا بکنیم، سیستم زندگی را برشان جور بکنیم. از این که ما پولا را در راههای دیگه مصرف میکنیم، بیاین دهی را مصرف کنیم که زنان وطن خویش را کمک بکنیم. اسلام برای زن تاج عزت در سرش داده، تاج عزت برش داده. اولین شهید اسلام که بود یک زن بود و پیامبر علیه السلام زنان خویش را آنقدر مورد احترام قرار میداد که حتی از دشنام زدن و از دشنام گفتن خودداری میکرد. پیامبر علیه السلام هیچ وقت زنان خود دشنام نداده. شما بگیرین احادیث شریف را در اونجا که پیامبر علیه السلام خانمای خویش را به نام یاد میکرد و حتی پهلوی نامشان یک نام بهتر برشان میگفت. مثلا حضرت بی عایشه را میگفت حمیرا میگفت و یا زنان دیگه خویش را. ولی این نقص در ما مرداست که ما خودمان نمیفهمیم و زنان ما بیچاره نمیفهمن، باز تقلید میکنن از دموکراسی نام نهاد غرب که زن را وسیله شهوت و وسیله تجارت بدنش در بازار عرضه میکنن. به خاطر پیدا کردن پیسه بدن زن را در بازار عرضه میکنن، موهای زن را نشان میتن، بدنش را برهنه میکنن به خاطر تجارت خیش، به خاطر مسئله اقتصادی خیش. ولی ما در کتاب خیش بسته یک سوره داریم به نام زن، تکرار میکنم بازم، و سوره مکمل دیگه داریم به نام سوره المریم. و حتی در جایی بود که در سوره ما داریم سوره مجادله است که الله متعال از 7 آسمان صدای او زن را شنید که آمد پیش رسول الله علیه السلام از شوهر خود شکایت میکرد. الله اکبر. او رب کائنات صدای او زن شنید و برش گفت که الله شنید امو حرف را که امو زن درباره شوهر خود بر تو میگفت یا رسول الله علیه السلام. پس میبینیم که پیامبر ما در آخرین رمق حیات خیش، بازم تکرار میکنم، زمانی که چند روز بعد از او که از دنیا رحلت میکرد در حجت الوداع از ما پیمان گرفت که شما زنانتان را حقشان را رعایت بکنید. این وظیفه ماست، این دین ماست که هر روز برای ما روز زن می باشد. اینطور یک روز مخصوص ما نداریم که دیگرها او روز نامش 8 مارچ ماندن باز گل میتن. پس الله متعال ما و شما را توفیق بده. بازم عزیزان گران قدر و مهربان، من شما را دعوت میکنم به خاطر یک مسئله بسیار مهمه که امروز روز میبینیم که هزاران زن ما در وطن نان خوردن خود را داره، هزاران بیوه هستند، به هزاران ده ها هزار بیوه هستند که نان خوردن خود را ندارن. بیاین ما شما دست به هم بدهیم، با پول بسیار کم سیستم کاروبار برشان ایجاد بکنیم. بیاین کی حاضر است به خاطر الله، کی حاضر است که در نمی قربانی حاضر شوه، امو پولی که الله برش داده بیاین در می راستا حاضر شوند از طریق بنیادهای خیریه. و ما هم یک بنیاد خیری لله الحمد داریم، از همین طریق ما شما کمک کنیم به مردم بیچاره افغانستان، به زنان بیچاره افغانستان. اگر هر زنی که تن فروشی کنه در افغانستان و از گرسنگی آسیب ببینه و اولادش آسیب ببینه، والله قسم ما تو و دیگران همه ما مسئول هستیم. بیاین به خاطر الله کمک کنیم با این بیوه زنان، با این بیچارگان، با این اطفالشان، او زنان بیچاری که نان خوردن خود را ندارن و اطفال بیچاریش که زیر سن هستن میرن پلاستیک میفروشن، موترشویی میکنن، بوت رنگ میکنن،
یعنی موچیگری میکنن و رنگا بوتای مردم رنگ میکنن و موترشویی میکنن و گدایی میکنن. او افغان ها، او مسلمان ها، اگر شما صدای ما را میشنوین به خاطر الله یک کمک بکنین. در دنیا و آخرت برتان الله برتان دوباره ایره میته. بیاین دست به هم بدیم، با پول بسیار کم کمک کنیم میزنان بیچاره وطن که ناموس همه ما شماست. پس عزیزان گران قدر و مهربان، زن در اسلام مکرم است، زن در اسلام معزز است. اگر ما حق زن ادا کنیم به مو شوی که الله و رسولش گفته، انشاءالله که بدبختی در جامعه ما کم میشه. سلامت باشین. جهان سپاس از تمام عزیزانی که ما را در این برنامه همراهی میکنن و ویدیو ما را میبینن و لطفاً خواهش میکنیم که کانال یوتیوب نهاد خیری ما را سابسکرایب نموده و به دیگران به نشر برسانیم. امو زنگولگه که فشار بیارین، فشار بدهین که امی کانال به حساب شما عضویتش بگیرین و خواهش میکنم از تمام کسانی که صدای ما را میشنون و یک بار دیگر مثل برادر کوچکتان نترسین از این پول کمتان 10 روپیه 20 روپیه 100 روپیه که میتین، این به الله قسم با مستحقین میرسه. این مسئولیت انسانی خود را در قبال این مردم بیچاره ادا بکنیم. سلامت باشین. شب و روز خوش برایتان آرزو میکنم. الله متعال از تمام کارکنای این بنیاد خیریه راضی باشه و علی خصوص از برادران عزیز ما زبیر جان، عبید جان و کسان دیگه که در این فعالیت های امی بنیاد خیریه کمک میکنن، چی مادی و معنوی، ازشان راضی باشه. الله متعال در حسناتشان بیافزایه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.